تا 2 روز قبل کامران علیزایی پافشاری داشت که روز شنبه به وظیفه‌اش می‌رود و اعتنایی به حکم لویسانوالی نمی‌کند. اما این زمان آمد و رئیس شورای ولایتی نتوانست آن ادعای خود را عملی کند. شنبه باید برم سر کار، خودم 100% میرم سر کار، خونم برزه، جایگاه خورم یاله کدنیم و تصمیمی که جناب لوی سارنوال گرفته یک طرفه بوده، زود قضاوت کرده. بعد حرفا ما و مردم و خود والی ولایت و مردم میشنید، بعد از او اگر اونا نظر میداد بهتر. شماری از باشندگان ولسوالی سرحدی هرات هم به حمایت از کامران علیزایی در مقابل ساختمان ولایت دست به تظاهرات زدند. این افراد هشدار میدند که لویسانوالی افغانستان از تصمیم خود مبنی بر به تعلیق آوردن و ممنوع الخروج ساختن رئیس شورای ولایتی منصرف شود، در غیر آن از اعتراضاتشان دست نخواهند کشید. یک رئیس شورای ولایتی چی خاطر به 15 دقیقه تصمیم میگیره؟ مردم حقوق مردم نادیده گرفته از بالا. حق شورای ولایتی رو پامال کنیم، حق قرآن و وطن و از مستفید و تمام چی پامال بشه. ما اجتماع کردیم، مظاهره کردیم، از حق مسلم خود دفاع میکنیم. حالا دروازه شورای ولایتی از سوی شمار از اعضای آن بروی مردم مسدود شده است. محمد سردار بهادوری، یک از نمایندگان مردم هرات در شورای ولایتی، میگوید این تصمیم از سوی اکثریت اعضای شورای ولایتی به رسم اعتراض گرفته شده است. بیشتر وکیلای شورای ولایتی یک جلسه دایر کردند. در این جلسه به اتفاق آرا فیصله شد که درب شورای ولایتی امروز روز شنبه 35 بسته بشه به رسم اعتراض. در پلوی این شماری از اعضای شورای ولایتی مسدود کردن دروازه شورای ولایتی را غیر قانونی می‌خوانند. سید عظیم کبرزانی، مسئول کمیته فرهنگی اجتماعی شورای ولایتی، میگوید حکومت وحدت ملی باید تصامیم خود را در این خصوص به صورت جدی دنبال کند، در غیر آن اعتماد مردم را از دست خواهند داد. وقتی که قوه مجریه وظایف واضح شده باید اجراات خود بکنه. وقتی که دروازه یک شورا را کسی مسدود میکنه، آیا ببینیم کار قانونی هست یا نیست. ببینید، من گفتم که به نظر دوستا احترام دارم، اما من حق دارم که از چوکی خود به عنوان یک وکیل حمایت بکنم و این بحث به عنوان یک اصل میپذیرم. جنجال‌ها بعد از آن صورت گرفت که رئیس شورای ولایتی همراه با 20 تن از محافظین مسلح خود به ریاست سالنواری استیناف هرات هجوم بردند و یک فرد متهم به فساد اداری که در حال تحقیق بود با خود بیرون کردند. حالا رئیس شورای ولایتی این عمل را حق قانونی خود می‌داند.